به نام خداوند بخشاینده و مهربان. به درس ششم اساسات ریاضی خوش آمدین. خب امروز در درس ششم ما و شما مشترک گیری در مونوم ها میخوانیم. مشترک گیری در مونوم ها چی است؟ اول باید خود مونوم ها را ما و شما تحلیل بکنیم. یعنی چی معنی میته؟ اینجا سعی کنین ax جمع bx مساوی x ضرب a جمع b چی معنی میته؟ به طور مثال A دانه قلم جمع B دانه قلم مساوی چند دانه قلم میشه. ما شما تعداد قلم ها را جمع میکنیم نه؟ پس به طور مثال 2 دانه قلم جمع 3 دانه قلم مساوی چند قلم میشه؟ 5 قلم میشه. X نشان دهنده قلم است، A و B تعداد قلم هاست. یعنی تعداد قلم ها را جمع میکنیم و بعدا در پالوش یعنی تعداد چی را نشان میده؟ در پالوش ما اونمو کمیت نشان میکنیم که قلم نشان میده. به طور مثال که ضرایب ها جمع میشه و بعدا از متحول ها یک متحول مانده میشه که x در جای متحول میتونه قلم باشه، میتونه یک کمیت دیگه باشه. و یا ax جمع bx مثبت x. سعی کنین a دانه قلم جمع b دانه قلم جمع یک تا قلم مساوی به چند تا قلم میشه؟ تعدادش جمع میکنیم. a جمع b جمع یک ضریبی که یک زمان که یک کمیت ضریب نداشته باشه ضریبش یک است که نشان دهنده واحد است. تعدادش جمع میکنیم و از کمیت ها یک مشترکش میمانیم که a جمع b جمع یک ضرب در x که ایره به نام چیات میکنه؟ مشترک گیری در مونوم ها. به طور مثال سعی کنید در مثال اول متوجه باشیم. 3x جمع mx یعنی 3 دانه x جمع m دانه x یعنی 3 و m با هم جمع میشه. 3 دانه 3 جمع m چی است؟ x است. و یا در قسمت ay جمع by منفی y کمیت است، کمیت ها متحول است، تعداد کمیت ها جمع میشه a جمع b منفی یک y. و یا در قسمت سعی کنین ایره ما گرفته میتونیم که x ضرب y این شکل مثبت y ضرب x. اگر متوجه باشین ما و شما زمان که مشترکش میگیریم یک دانه x در هر دوش مشترک است و یک تا y در هر دوش مشترک است. یعنی x ضرب y مشترک شد. x ضرب y که مشترک گرفتیم در اینجا باقی میمانه x جمع در اینجا باقی میمانه y. این شکل در قسمت سعی کنین اگر خلاصه بگیم در حدود که یک حد است این دیگه حد است. اما متحولی که کوچکترین توانه داره مشترک است که از x ها x مشترک است، از y ها y مربع که کوچکترین توانه داره مشترک است. یعنی x ضرب در y مربع مشترک است. از x مکعب یک تا x بکشیم x مربع میمانه، y مربع را با y مربع رفت. این شکل از این قسمت x میره از y مکعب y مربع را بکشیم مثبت y میمانه، دو تا y رفت یک تا y باقی موند. این شکل در قسمت از ضرایب کوچکترین مضرب مشترکشان. کوچکترین مضرب مشترک بین 6 و 8 چند است؟ 2 است. بین x مربع x بنمای 4 x مربع است. بین y مکعب y مربع y مربع. قسمی که گفتیم توانهای کوچک ما و شما مشترک میگیریم که 6 تقسیم 2 شوه 3 میمونه. x مربع تقسیم x شوه 1 میشه نشته نمیکنیم. y مکعب تقسیم y شوه y میمونه. این شکل 8 تقسیم 2 شوه مثبت 4 x بنمای 4 تقسیم x مربع x مربع y مربع تقسیم y مربع 1 میمونه که نشته نمیکنیم. خب قسمی که گفتیم از کوچکترین مضرب مشترک اعداد مشترک میگیریم. 6 و 8 مشترکش 2 است. از متحول x مربع و x بنمای 4 x مربع مشترک، از y مکعب y مربع y مربع مشترک. پس 6 تقسیم 2 3 موند، x مربع تقسیم x مربع 1 موند، y مکعب تقسیم y مربع y موند. جمع 8 تقسیم 2 4 x بنمای 4 تقسیم x مربع x مربع میمانه، y مربع تقسیم y مربع خلاص میشه. این شکل مثال بعدی. در مثال بعدی متوجه باشیم بین 12 و 20 مشترک 4 است. بین a مکعب و a مربع مشترک است. بین b بنمای 4 و b مکعب
b مکعب مشترک است. 12 تقسیم 4 3. a مکعب تقسیم a مربع a. b برای 4 تقسیم b مکعب b منفی 20 تقسیم 4 5. a مربع تقسیم a مربع 1 میشه، نشته نمیکنیم. b مکعب تقسیم b مکعب 1 میشه، نشته نمیکنیم. این شکل مثال بعدی که در اینجا مشترک بین از اینا a مربع و a کدامش مشترک است؟ a مشترک است. بین x مربع x و x مشترک است که در یک قسمت a تقسیم a 1 میشه، x مربع تقسیم x میمونه. a مربع تقسیم a میمونه، x تقسیم x خلاص شد. این شکل a تقسیم a رفت، x تقسیم x رفت، منفی 1 باقی موند. خب در این مثال سعی کنیم چی مشترک است؟ x منفی y مشترک است. x منفی y مشترک بگیریم، در یک قسمت a باقی موند جمع، در یک قسمت هم 4 باقی موند. اینجا این شکل اولا ما و شما باید اینجا x منفی y منفی x، یعنی یکیش با یک منفی ضرب خورده. اول یک منفی رو در یکیش مشترک میگیریم. به طور مثال اینجا که منفی رو مشترک بگیریم، منفی 3 ضرب در که در یک قسمت منفی تقسیم منفی مثبت y مثبت تقسیم منفی منفی x مثبت 5 ضرب در y منفی x که y منفی x مشترک شد. پس در اینجا 5 جمع منفی 3 2 xy و در یک قسمت این شکل x مثبت y x مثبت y x مثبت y مشترک میگیریم که در یک قسمت a میمونه منفی b میمونه. این شکل سوال بعدی سعی کنیم a منفی b کل مربع a منفی b کل مکعب. a منفی b کل مربع مشترک است. a منفی b کل مربع مشترک است که در اینجا 4 میمونه مثبت 5 دانه که a منفی b کل مکعب تقسیم a منفی b کل مربع a منفی b میمونه. زمانی که با داخل ضرب بزنیم میشه خود اینمی هم جوابش بوده میتونه. در اینجا سعی کنین در یک قسمت چی مشترک داریم؟ 37 مشترک داریم. 37 مشترک بگیریم، اینجا 23 میمونه منفی 13. از 23 که 13 بره میمونه 10. 37 ضرب 10 مساوی 370. این شکل در یک قسمت x منفی 3 مشترک است. x منفی 3 را مشترک گرفتیم، در یک قسمت a موند منفی، در یک قسمت هم x منفی 3 رفت 1 باقی میمونه. در اینجا این شکل x منفی y کل مکعب y منفی x کل مکعب. در یکش باید ما و شما یک منفی را چی کنیم؟ ضرب بزنیم. اینجا که یک منفی را مشترک بگیریم m ضرب در قوس شروع منفی را مشترک بگیریم y منفی x میشه که کل مکعب مثبت n ضرب در y منفی x کل مکعب. قسمی که میفهمین زمانی که توان یک علامه طاق باشه منفی بنمای 3 تا منفی ضرب خورده، منفی ضرب منفی مثبت ضرب منفی را بیرون میکشیم منفی m میشه که در یک قسمت y منفی x مکعب مثبت n دانه y منفی x مکعب میمونه. y منفی x مکعب مشترک است که در اینجا n میمونه، در اینجا منفی m میمونه. خب این شکل ما شما در این سوال ایرم این شکل باید ما شما اول چی کنیم؟ یکسان بسازیم. در این سعی کنیم در حد دوم منفی را مشترک میگیریم. منفی را که مشترک بگیریم a ضرب در خب میبخشیم سعی کنیم منفی را مشترک بگیریم a ضرب در x منفی y مربع در یک قسمت مثبت b ضرب در منفی x منفی y مربع. خب منفی بنمای 2 پس دوباره چی میشه؟ مثبت میشه، یعنی مستقیم a ضرب در x منفی y مربع مثبت b ضرب در x منفی y مربع میشه که x منفی y مربع را مشترک میگیریم چی باقی میمونه؟
در این قسمت A باقی موند، در این قسمت هم B باقی موند. جواب نهایی. تشکر از توجهتان.